خبرهای اقتصادی امروز 13 اکتبر در پیام تیوی. نرخ ارد در تاجیکستان در مقایسه با سال گذشته 23% گران، اما در مقایسه با هفته پیش اندکی ارزان شده است. از 11 اکتبر یک خلط ارد 5 کیلویی از 300 تا 320-330 سومانی است. پیشتر نرخ ارد تا به 370 سومانی رسیده بود. دلیل ارزان شوی ارد در تاجیکستان را کارشناسان برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل متحد افزایش واردات و جمع آوری حاصل نوی گندم گفتند. این هفته نرخ سبزی به فرق از هفته‌های ماه گذشته از 5 تا 14% بالا رفته است. در 2 هفته آخر در بازارهای کشور کمی پایان رفتن ارزش بنزین و سوزشواری دیزلی مشاهده می شود. در همین حال رادیو آزادی با استناد از قول کاربرانش می نویسد که روزهای آخر نرخ انگشت 2 برابر بالا رفته است. در پی آغاز بی‌برقی در منطقه ها 1 کیلو انگشت 3 سال قرقیزستان به 3 سومانی رسیده است. پیشتر از 1 تا به 2 سومانی بود. حجم انتقال پول به تاجیکستان در 5 ماه اول سال جاری در مقایسه با همین دوره سال 2021 10% کاهش یافته است. کاهش حجم انتقال پول به گفته متخصصان بانک آسیای رشد به گردش بازار خدمت‌رسانی داخلی کشور که افزایش آن از 16.5% تا 12.8% کاهش یافت تاثیر منفی رسانیده است. در اوایل ماه اپریل سال جاری تحلیلگران بانک آسیای رشد گفته بودند که در سال جاری ورود پول از مهاجران کاری به تاجیکستان 50% کاهش می‌یابد. آنها پیشگویی خود را با تحریم‌های اقتصاد علیه روسیه اساس کرده بودند که باعث کاهش جای‌های کاری و در نتیجه به وطن برگشتن برخی از مهاجران کاری می‌گردد. گفته می شود کاهش ورود پول مهاجران حجم استعمالات را به طور قابل ملاحظه کاهش می دهد، زیرا بیشتر این مبلغ را خانواده های مهاجران برای پرداخت مال و خدمات ها صرف می کنند. قبل از این در اوایل ماه مارس اقتصاددان های بانک جهانی کاهش میزان انتقال پول مهاجران به تاجیکستان را در سال جاری در سطح 22% پیش بینی کرده بودند. آنها پیشگویی های خود را به پایان رفتن فعالیت اقتصادی در روسیه و ضعف روبل در برابر دلار آمریکایی ربط داده بودند. در همین حال در آخرهای ماه سپتامبر یوگنی ژوکوف مدیر کلی بانک آسیای رشد در آسیای مرکزی و غربی به خاطر کاهش انتقال پول مهاجران کاری تاجیک از روسیه به دلیل اعلان موبیلیزاسیون به روسیه خبر داد. بانک مرکزی روسیه معلومات درباره انتقال فرامرزی در 3 ماه نشر می‌کند. بنا به آخرین معلومات بانک مرکزی فدراسیون روسیه در نیمه دوم ماه مارس حجم عمومی انتقال پول شخصانی واقعی از روسیه به تاجیکستان در سال 2021 1.8 میلیارد دلار را تشکیل داد که نسبت به سال 2020 3.4% بیشتر است. زیاده از 76% این انتقال ها از جانب شهروندان تاجیکستان و تقریباً 4/1 آنها از جانب شهروندان روسیه و یا شخصانی که در فدراسیون روسیه اجازه اقامت دارند صورت گرفته است. در 9 ماه سال روان بیشتر نشان دهنده های رشد اجتماعی و اقتصادی در ولایت با نتیجه های مثبت جنبست گردیده است. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده در جلسه جنبست نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت گفت در حال حاضر در ولایت رشد صاحبکاری به قید گرفته شده است. با گفته حکیمزاده به حالت 1 اکتبر سال 2022 شماره صاحبکاران در ولایت به 107,998 نفر رسیده است. و تاکید کرد که در مجموع شماره صاحبکاران نسبت همین دوره سال گذشته 579 نفر افزایش یافته است. همزمان رئیس ولایت در این جلسه قید کرد که نوابسته از وضع دشوار اقتصادی در اکثر شهر و نواحی ولایت برای غنیگردانی و جمع‌آوری اندازها تدبیرهای مشخص عملی گردید و برای تامین قسم درآمد بودجه مساعدت نمود. وی افزود که نقشه انداز با نظرداشت انداز اجتماعی غیر بودجتی 102.3% تامین گردیده و بودجه 1,518,9 میلیون سومانی وارد گردیده است. با گفته رئیس ولایت ختلان این نشان دهنده نسبت به نقشه تصدیق گردیده 36.3 میلیون سومانی زیاد می باشد. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به پول ملی سومانی برای امروز 13 اکتبر مقرر نمود. قرب رسمی 100 روبل روسی در تاجیکستان 15 سومانی و 79 درم می باشد. بانک ملی تاجیکستان قرب 100 دلار ایالات متحده آمریکا را 1021 سومانی و 90 درم و 100 یورو را 991 سومانی و 65 درم مقرر کرده است.
нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $92.52 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Oil New York $87.25 муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз $1674.40 барои 1 унс таъин шуд.